یه چیز رو فراموش نکنید. از روز اول من اینو اشاره کردم. من عاشق آقای ترامپ هم نکنید، من بازی نگاه میکنم و میگم آقای ترامپ رو آوردن که آمریکا رو از ورشکستگی نجات بده. آقای ترامپ رو آوردن که هزینه ها رو کم کنه. آقای ترامپ رو آوردن که موتور اقتصاد آمریکا رو دوباره روشن کنه. همه این کارا رو کرد. یکی از طرحها که دوبار خودش هم انداخت، آمریکا دیگه لازم نمیدونه، این رو یادتون نره، نیازی نمیبینه که به کشورهای اروپایی که بعضی‌ها حتی از نقطه نظر درآمدهای سالانه بیشتر از آمریکا در واقع نقدینگی دارن، اونها رو کولی بده. یک روزی شوروی بود، یک روزی نازی‌ها بودن. بله آمریکا رفت. درست میگه آقای ترامپ به آقای مکرون، میگه اگر ما آمریکایی‌ها نرسیده بودیم شما فرانسوی‌ها همه الان آلمانی حرف میزدید. خیلی نکته ظریفیه. اوکی، این کازینو داره بر دهن ما با نکات جالبی رو اشاره میکنه. آمریکا ناتو رو نمیخواد. مأموریت ناتو به نظر من بعد از قضیه یوگسلاوی تموم شد. آمریکا چرا باید بیاد سرمایه گذاری کنه؟ برای چی؟ که خانم مرکل بره تمام مهاجرین رو بیاره بریزه تو اروپا، هزینه‌اش رو آمریکا بده یا مردم اروپا بدن؟ اینه که من احساس کردم شاید یکی از اندیشه ها یا برنامه آقای کیسینجر بود، به تدریج آمریکا میخواد از ناتو عبور کنه. خود اروپایی برن تکلیفشون رو با پوتین و با چین مشخص کنه.